الان ساعت 8:30 و من تازه میخوام که آرایش کنم و بعدش هم که میخوام برم سالن تا موهامو فر کنم. برای همینم خیلی سریع باید حاضر شیم که بریم. به فیسم زیاد دقت نکنیم چون تازه از خواب بیدار شدم. الان میخواستم واسه یوتیوبم یک ویدیو کوتاه بگیرم، برای همینم میخواستم یه سری اکسسوری انتخاب کنم برای این ویدیو، چون یک پیرهن ساده بیشتر ندارم و خیلی ساده است. برای همینم گفتم به شما هم نشون بدم و اینکه ببینیم کدوم یکی بهتره دیگه. بزن بریم. اینجا یه سری انگشتر و اینجور چیزا دارم و این پک و اینایی که میبینه همه اینجاست و جدید خریدم و بقیه انگشترم اون تو گذاشتم و یه سریش هم حالا اون ورن. و اینکه میخواستم از بین اینا، چون میخوام نقره باشه حتما، یکی انتخاب کنم برای انگشتام که یکم از اون حالت سادگی در بیاد و نمیدونم کدوم، حالا همشون امتحان میکنم و هر کدوم بهتر بود و انتخاب میکنم دیگه. بذاری من پایه رو بیارم چون اینطوری خیلی بهتره. پایه رو بذارم و بریم که اکسسوریامو انتخاب کنیم. خب اول اصلا بذاری من آستینام ببندم. اصلا یادم رفته بود که اینو بازن. What? وای خیلی سخته با ناخن کار کردن. اصلا یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا اینه که بخوای با ناخن بلند کاراتو انجام بدی، مخصوصا کارهای روزانه. اصلا نمیشه واقعا. من که حالا ناخنم اونقدرام بلند نیست، بهتونم نشون داده بودم اونقدر بلند نیست، ولی بازم یه سری کارا نمیتونم انجام بدم، یا به سختی انجام میدم یا هم که میدم دیگران برام انجام بدن. و یکی از ناخنامم کلا کاورش برداشته شد و آره دیگه عالیه. اینا اگه بتونم ببندم که خوبه. خب حالا من اکسسوری هم میخوام دستم کنم، یعنی انگشترامو و احتمالاً با یه گردنبند دیگه. حالا من تست میکنم ببینیم که کدوم یکی بهتره. یکم نور احساس میکنم خوب نیست، اما خب دیگه چاره‌ای نداریم. رینگ لایتی که قبلا داشتم خراب شده و الان فعلا با نور لامپ اتاق میتونیم ویدیو بگیریم. اینا رو بچه انداختم. به احتمال زیاد میخوام 2 تا اکسسوری داشته باشم، یعنی 2 تا انگشتر. نمیدونم چرا همش میگم اکسسوری. آره و اینا رو فعلا انداختم. یکی اینه که من اینو خیلی دوستش داشتم و خیلی استفادهش کردم، برای همینم دیگه داره تقریبا رنگش تغییر میکنه، همونطور که میبینین داره زرد میشه متاسفانه. یکیش هم اینه و این قلبیه که من اصلا استفاده نکردم اینو، و اینم که برای انگشت شستمه، همش ستاره است. نمیدونم اینا خوب. من 3 تا هم از این رینگی ها دارم اینا، ولی اینا برای بزن بهتون نشون بدم، ولی اینا برای انگشتام یه خورده بزرگم و حتی واسه انگشت شستم هم بزرگم. یکی که کلا ساده است، اینم یه سری حالا طرحهای ریز ریز داره روش، و اینم که یه حالت مارپیچ داره. اما اینا چون بزرگن دوست ندارم استفادهشون کنم. احساس میکنم همینو کافی باشه. خوبه دیگه نه؟ ویدیوی آنچنان چیزی هم نیستا، اما خب دیگه من میخوام برای شما سلیقه به خرج بدم دیگه. ای بابا دیگه. خلاصه این شد از اکسسوریای دستم و میریم واسه گردنبند که ببینیم کدوم یکیو بندازم.
خیلی بهتر و بهم میاد. برای گردنبند ما کلی آیتم داریم. حالا من یه سریاشو بهتون نشون میدم الان. مثلا چیزایی که به این میاد، به این اکسسوریام، حالا این لباسم میاد. یکی این ستاره‌ای است، به نظرم این میاد بهش. یکی این، یکی هم این پیتزایی است، نمیدونم حالا مشخص میشه یا نه. برعکسه، یه حالت پیتزا داره، یه اسلایس پیتزاست. و گردنبند سفید داریم که یه سری سنگ منگ داره توش اینطوری. و یکم که خیلی دیدینش، این مارواریدی است که من خیلی بین اینا با این حال میکنم و این دوتا کلا خیلی دوست دارم و احساس میکنم که، ولی به نظر من توی این ویدیو اگه این ستاره رو استفاده کنم خیلی بهتر. اما خب این کلی گره خورده و بعد بشینم اینا رو باز کنم. به قدری اینا دور هم دیگه پیچیدن و توی هم دیگه رفتن که اصلا باز نمیشه. گره هاشو باز کردم و الان میخوام گردنم کنم. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، شاید اصلا باورتونم نشه، اما خب یه لحظه. اما خب من اصلا هیچ ایده‌ای ندارم که ویدیو کوتاه هم میخوام راجع به چی بذارم و فقط با خودم گفتم که سحر بعد الان ویدیو بذاری، خیلی وقت نذاشتی. بعد اصلا هیچ ایده‌ای ندارم و فقط دارم حاضر میشم که ببینم چه ویدیویی میتونم الان بگیرم. ساعت 12:30 شب دیگه فقط تصمیمش رو گرفتم و الان هنوز هیچ ایده‌ای ندارم. اصلا پرفکتو بچه بهتون گفتم یه سری کار نمیتونم با ناخونم انجام بدم، مثل این کار نمیتونم من گردن بندم ببندم. نمیتونم. پس از تلاش‌های بسیار تونستم ببندمش و الان دیگه اینجاها یکم جمع جور کنم، خیلی به هم ریخته شده. یه گردنبند دیگه هم دارم که اینطوریه، طلایی رنگه، اما خب دیگه اینا الان به کار ما نمیاد. اینجاها رو یکم جمع کنم و بریم که ببینم چه ایده میتونم پیدا کنم که براتون ویدیو کوتاه بگیرم. آره دیگه بریم. یعنی واقعا خودم در کمال تعجبم چطوری من هیچ ایده‌ای ندارم اما حاضر شدم که ویدیو بگیرم. خیلی عجیبه برای خودم، حتی واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. اما خب بریم یکم سرچ کنیم ببینم چه ویدیویی میتونم براتون بگیرم. Thank you.